امروز مادری تاجیک از زنده ها شرم نمیدارد. در کوچه که میگذاری چشماش به میش سویتفور نگاه میکنم، من رو میانیمه که بکنم او روی شانیمه نمیکند. این سبب چی است؟ سبب بیناموسی. مردها بیناموسن، زناشون را تربیت کرده نمیتوانند. امروز چی بلازد است مردمی تاجیک که فقط خانه انداز، دیتجه خانه انداز، ماشینی مکسیما بگی، ماشینی مرسیدس بگی، بچهش از راستی تلفن میکنم. خب دادا جان چی کمبودی داری؟ بچم دلار ندارم. آخر خاک در سرت نمیگی بچم بیا زن در کوچه گشت است، سطر ندارد، دختر یوکه میپوشد، در کوچه های بازار کویبش میکردد. بیا دختر تا صاحب شو، بیا زن تا صاحب شو، از پولتم بیزارم، از دلارتم بیزارم. این گپ ماندگی بچم حاضر نیا. همسایه ماشین گرفت تا پولی ماشین کار نکردی نیا. همسایه دو احتاج خانه انداخت تا پولی همو راهی نکردی نیا. روز میشه بسیار که از دنیا میگذره خانهش سرش میماند، فقط در عذاب روز قیامت. و این